به خدا قسم این امیر تتلو می‌خواست ایران بره بیرون. به یکی گفتم ببین اگه یک کار درست در مملکت میخوای انجام بدی فقط از این بره. 10 بار اینو تو جلسه زدم تو صورتشون. گفتم این از این مملکت بره بیرون، این آدم نابغه‌ایه، میره اونور وای میسه دیگه چیزی برای باختن نداره، هر چی فکر کنی میگه. تو این جای امیر تتلو زندانه؟ میدونی کیو باید جاش بکنن زندان؟ همه کسایی که باعث کرد شدن آدمی که روی ناو 77 جمهوری اسلامی رفت برای خلیج فارس بهترین قطعه خلیج فارس رو خوند، خب بریم اون قطعات رو بخون. همه کسایی که باعث این موضوع شدن. مسلم ما خلیج مسلح فارس این حق مسلم ما خلیج مسلح فارس